معادلات به هم ریخت. هوملندر با تزریق ویوان توی یه سری چیزا خیلی قوی تر شد و حتی توی فصل 5 هم متوجه سرعت زیادش شدیم. حالا با این اوصاف هوملندر میتونه آمنیمن رو شکست بده یا نه؟ سلام درود، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. توی این ویدیو قراره بپردازیم به یه مقایسه‌ای که دوباره انگار داره مد میشه، دوباره انگار داره وایرال میشه. این مقایسه بین طرفدارای دبویز و اینوینسیبل. حالا این چیه؟ میگه آقا هوملندر تو اون قسمتی که اون مرد پول داره رو بعد حالا تزریق ویوان تو قسمت افتضاح پایانی سریال دبویز، وقتی اون آدم پول داره رو برد فضا ولش کرد، بعد سری اومد و اومدن آقا اونو با اون صحنه‌ای که آمنیمن اومد پسرشو زد، بعد دیگه میخواست بره از کره زمین خارج بشه، اینو مقایسه کردن. گفتن آقا آمنیمن وقتی رفت فضا سرعتش از هوملندر موقعی که اونو برد فضا دوباره برگشت کمتر بود، پس این آقا نشون میده هوملندر خیلی سریعتر از آمنیمن. اما آیا واقعا همچین چیزی حقیقت داره یا فقط فکت کسشر بیش نیست؟ اگه قسمت اول فصل 5 رو دیده باشید، اون قسمتی که ایترین میاد 1 ساعت همینجا ایترین داره نگاه میکنه، من حوصله‌ام سر رفت. تو چیکار میکنی آقا؟ برو سعی نجاتشون بده، چه گویی میخوری اینجا؟ 1 ساعت همینجا نگاه کرد و رفت خیلی سری. بعد اومد زامن اون نارنجکه رو کشید، دوباره نگاه کرد، دوباره رفت، یا نجات یه ذره لیزر هم بهش خورد. و این نشون میده که ایترین چقدر سریعتر از اون چیزی که ما تصورش میکردیم. یعنی میتونه زمانو تا حدی متوقف کنه. و جالب تر از این بود که هوملندر واقعا، من یکی از رفقام بهم زنگ زد بعد دیدن قسمت اول، گفت دیدی چقدر سریع بود هوملندر؟ دیدی ایترین سریعترین آدم جهان بود، هوملندر اندازه همون رفت. من گفتم آقا نمیدونم، واقعا داشتن دروغ تحویل ما میدن. این یک ایراد از نویسنده های دبویز. هوملندر رو اونقدر قوی کردن که دیگه خودشون نمیدونستن چجوری بکشنش. این 1. 2. سریع ترین آدم جهان واقعا یه جورایی باید هوملندر رو یه ذره کنتر نشون میدادن، اما خیلی سریع نشونش دادن و دیگه این چیزی که شد. و مرگش هم اومدن ضعیف نشون دادن و کلا یه پارادوکس خیلی عجیب غریب اینجا اتفاق افتاد. هم ضعیف بودنش، هم قوی بودنش، هم سریع بودنش، اصلا عجیب غریب بود. ولی خب با در نظر گرفتن اینا دوباره هوملندر یه جورایی قوی داره نشون داده میشه و دوباره میگن آقا الان سرعتش مگه نمیگفتین آمنیمن از این سریعتره؟ چی شد؟ هوملندر که ازش سریعتر در اومد، الان آمنیمن رو باید بزنه، الان میتونه آمنیمن رو بکشه. لیزرش دیدی؟ بین قسمت 6 درست میگن، حق دارن بگن، ضعیفش کردن دوباره تو قسمت آخر، ولی باز من میگن قوی. اگه نگاه کنید اون لیزر رو میدیدید خیلی بردش بیشتر شده بود، خیلی نورش واقعا نشون میده که لیزر قوی تر شده، تقویت شده با ویوان. مگه میشه تقویت نشه؟ بعد موقعی که داشت با بیلی بوچر و رایان پسرش میجنگید، هر مشتی که بهش میزدن یه خون از این بشر نمیومد. یعنی رایان توی اپیزود 3 به این مش میزد، از دماغش خون میومد. اینجا هر چی بهش مش میزد این خیالش نبود هوملندر و آسیب نمیدید. انگار این ویوانه یه جورای خونش رو نگه داشته تو بدنش، نمیزنه بیرون. هر چقدر بهش بزنی آسیبی نمیبینه هوملندر. کلا دارم میگم هم ضعیفش کردن هم قویش کردن، این ضعف نویسنده ها بوده. ولی خب میخواستن دیگه آقا یه ذره از ویوانه نشون بدن دیگه. بودجه آمازون 80 میلیارد دلار، بودجه دولت به در نخور ما 40 میلیارد دلاره و باز این وضع سریالشون بود. حالا اینا به کنار، الان با این اوصاف هوملندر میبری آمنیمن. ببینید شماره 1 استقامت چیزیه که برای یه نبردهای طولانی بین 2 تا آدم که قدرتاشون خیلی نزدیک به همه واقعا مهم. قدرت ترمیم هوملندر و آمنیمن زیاد، خیلی خیلی سریع و قوی، واقعا من اینو قبول دارم. ببینید وقتی رایان یه ذره از لباسش رو زخمی کرد، یه ذره پوستش سوزون، هوملندر خیلی راحت اومد برنامه و صحبت میکرد. یا دوباره وقتی چجوری بگم آجی، جلوی
اون وای بذار بزنه برسه. وقتی جلوی اون اورانیوم غنی شده مثلا موند و نمیتونست بره بیرون، صورتش زخم شد، خونی شد، پوستش ذره ضعیف شد و وقتی که برای چند دقیقه بعد مثلا وقتی رفت برنامه زنده حاضر شد خیلی سالم بود و این نشون میده قدرت ترمیم هوملندر خیلی بالا. از اون طرف آمنیمن، ببینید آمنیمن هم قدرت ترمیمش خیلی زیاده. ببینید سرک توی فصل 4، این هشدار اسپویل دیگه، اگه تا اینجا دیدین نبینید برید بیرون. رفتید اوکی، دستشو از شکم آمنیمن رد کرد و یه جورایی شکم آمنیمن پاره شد، ولی باز آمنیمن خودش تونست ترمیم بکنه و دوباره پرواز کرد و دوباره قوی شد. یه جورایی خیلی انگار چیزی که من فکر کردم حداقل اینا تا 2 قسمت زمینگیر بشن، هم مارک همون، و قدرت ترمیمشون بالاست. ولی هوملندر وقتی که ویوان رو به خودش تزریق کرد، ما الان داریم یه هوملندر با ویوان دیگه، حتی در مقابل اون اورانیوم غنی شدم حساسیتی نشون داد و قدرتاشو باز داشت و فرنچی هم کشت و بازم اینجا قویه. پس الان به کی بگیم؟ یه چیز دیگه هم اینجا هستش. ببینید وقتی که اون مرد سری لباس قرمز داشت با آمنیمن میجنگید، چند تا مش اینجوری زد، لباس آمنیمن پاره شد، شکمش هم کبود شد. حالا قدرت اون یارو اونقدر نباید زیاد باشه، یه آدم عادی سرعتی، یه انسان سرعتی در مقابل قدرت بدنی ایترین که واقعا ایترین خیلی قویه. ببینید ایترین وقتی سر یارو داشت همینجوری میزد دیواره با مش میزدش و اینا، نشون میده ایترین توی قدرت هم زیاده. یا داشت قطار رو همینجوری، کامیون بوده قطار بود، داشت اونو با خودش هم میکرد. قدرت بدنی ایترین بیشتر و هوملندر خیلی راحت سرشو میگرفت با اینو زورشو داشت و گردنش هم با یه دست من شکست چکون. یعنی پس توی اینم میتونیم بگیم جفتشون، من واقعا الان میگم با ویوان هوملندر میتونیم بگیم جفتش، چون یه ذره استقامتش رفت بالاتر و اصلا هر چقدر بهش مش میزدن بیلی بوچر و رایان، خون از این نمیومد بیرون، بعد همینجوری پرت میشد این ور اون ور، آسیب نمیدید. موقعی که دیگه قدرتش رفت خیلی طولانی شد. استقامت مساوی دیگه. اینو برای میگم این طرفدارای اینوینسیبل ناراحت نشن. سرعت شماره 2، ببینید با وجود تمام اون مقایسه هایی که انجام شده من قبول دارم توی اونجا هوملندر سریع تره، ولی باید اینو در نظر بگیریم که آمنیمن توی سیاره ویلتروم که جاذبهش 25% بیشتر و هر کدوم از این ابرقهرمان‌ها حداقل باید 2 متر خورده یا 190 سانت قد داشته باشن، توی همچین سیاره‌ای بوده میتونست راحت پرواز کنه و خیلی سریع هم بود، سرعتش خیلی بالا بوده. پس اگه ما اینو در نظر بگیریم میتونیم بگیم آمنیمن هم خیلی سریعه، ولی توی سیاره زمین هم یه جورای کنتر در اومده. ولی خب با توجه به اینکه آمنیمن تو سیاره‌های مختلف توی کهکشان سفرهای بین کهکشانی داشته و هزاران سال تجربه داره، به کدومش بدم آجی؟ و از اونور هوملندری که تونست با ایترین توی کورس تقریبا برابری بکنه، ایترینی که میتونه زمان رو متوقف بکنه، لعنتی اینم باید مساوی بدم. شماره 3 ابیلیتیز. ببینید ابیلیتیز یعنی تنوع توانایی ها. ببینید آمنیمن میتونه پرواز کنه، آمنیمن میتونه سرعت خیلی بالایی داشته باشه، آمنیمن قدرت خیلی زیادی داره و همینا رو داره. هوملندر پرواز میتونه بکنه، سرعت زیادی داره، قدرت زیادی داره، لیزر میزنه، بویایی قوی داره، شنوایی قوی داره، دید اشعه ایکس داره و همه اینا توی هوملندر نهفته است. پس توی تنوع توانایی ها هوملندر میبره، بالاخره یه دونشون رسید. شما باید همین خدا رو شکر. شماره 4 آیکیو نبرد. ببینید آیکیو نبرد یعنی مثلا چجوری توی این نبرد، توی جنگ بتونن یه راه پیدا کنن که حریفشون رو شکست بدن، حتی اگر ازشون قوی تر باشه. آمنیمن 1000 بار این کارو کرده و واقعا نقشه‌اش عالی بوده، ولی هوملندر یه جورایی تجربهش کمتره. با اینکه تو اپیزود آخر که افتضاح بود، بازم موقعی که ویوان داشت و هنوز قدرتش رو داشت خوب می‌جنگید. می‌بینید
خیلی سریع همزمان داشت به اون مش میزد، همزمان داشت ضربات اون رو دفع میکرد، به اونا مش میزد. حالا بیلی بوشه مثلا خودش ارتشی بوده تو کمیک اگه دقت کرده باشین و اینجا هم اعتباراً بوده. مگه میشه اینقدر مبارزه بلد باشی یه شخص؟ آمنی منم آدم فضایی ها رو کشته، بذار همینجوری بهتون بگم. ابرقهرمانای زیادی کشته، ایمورتال رو کشته که اون نزدیک 3000 سالشه و تا دلتون بخواد. توی این میدیم آمنی من، چون واقعا کسی که چند هزار سالشه باید تجربهش بیشتر باشه و اصلا بگیم آقا هوملندر باهوشترین آدم جهان، باهوشترین جنگنده، این مبارز، جنگنده چی، باهوشترین مبارز. پس اینو ما میدیم به کی؟ بله، آمنی من. شماره 5، قدرت. ببینید توی قدرت آمنی من یه سیاره رو به تنهایی نابود میکنه. آمنی من یه چیزی که چند هزار تونه رو با یه دست نگه میداره، در صورتی که هوملندر اتوبوس انداختن روش نتونست کنترلش بکنه. حالا من میگم شاید اون مال ضعف نویسنده ها باشه، ولی بیاید صادق باشیم، بیاید واقع بین باشیم. دبویز یه سریال لایو اکشنه، یه جورایی واقعی. آقا چجوری بهتون میگم، واقعا اگه بخوان جلوه‌های ویژه براش بزنن سخت‌تره نسبت به اینوینسیبل. خب پس سه سری جا نمیتونن هوملندر رو اونقدر قوی نشون بدن، فایت های خاصی براش بسازن، بودجه سریال هم نمیکشه دیگه. دیدیم آقا برای قسمت آخرشون هم اینو خرج نکردن زیاد. و آمنی من واقعا باید در نظر بگیریم دیگه، آمنی من توی قدرت بیشتره و من اینو میذارم قضاوت با خودتون، اینو من نمیگم، قضاوت با خودتون. ولی کلا مقایسه داغ شد با توجه به اینکه اومدن هوملندر رو واقعا چند تا صحنه ازش دیدیم که قدرتاش، سرعتش اینا به ما نشون داده شد، باز خدا رو شکر باید کرد و یه ذره هوملندر رو قوی‌تر نشون داد و اگه قرار باشه بیاد با آمنی من فایت کنه یه ذره حالا سخت‌تر میشه برای آمنی من و شاید حتی یه جورایی برتری تو بعضی چیزا رو واقعا بدیم هوملندر و لیزرش هم قوی‌تر شده با حضور حالا ویوان دیگه. اون صحنه که کیمیکو رو زد، بیلی بوشر رو میزد، اگه میخواستن هوملندر ببره، اگه میخواستن درست نویسندگی کنن، فایتو سخت‌تر بکنن، بودجه بیشتری بذارن، شاید بعضی جاهاشون آسیبای جدی میدید. ولی دیگه این کارو نکردن دیگه. میدونی چی میگم، نباید بزنن ویلن رو ببره و شاید خیلیا بیشترشون مثلا دوست داشته باشن بیلی بوشر ببره، با اینکه شاید طرفدارای هوملندر بیشتر باشه، ولی دوستان معمولا که باید تو سریال‌ها شخصیت‌های مثبت برنده بشن، مثلا سریالایی که چند فصل مثل دیویز که 5 فصل بود. اینا میدم قضاوت با خودتون. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو با من بودید. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اولین ویدیو کانال چرت و پرت زیاد گفتم، معذرت میخوام. تا ویدیو بعدی. بدرود.